وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید ساکنان دره رومیت ناحیه وحدت از آغاز عملیات نیروهای انتظامی علیه گروه عبدالحلیم نظرزاده معروف به حاجی حلیم در بازداشت 18 عضو این گروه کمک کرده به مقامات حفظ حقوق سپردند. با اطلاع وزارت کارهای داخلی در این مدت با دستگیری ساکنان همچنین 7 نفر از اعضایان این گروه اختیاراً به مقامات تسلیم شدند. طور در اطلاعیه وزارت داخلی تاجیکستان گفته می شود با کمک مردم 134 یارق و اسلحه و لوازمات گوناگون جنگی گروه عبدالحلیم نظرزاده نیز دریافت و مصادره شده است. اسام‌الدین اسماعیلوف ساکن جماعت دهات رومیت که در بازداشت 2 عضو گروه عبدالحلیم نظرزاده به مقامات قدرتی کمک کرده است حادثه را چنین نقل می کند. چی دستشون نبود یکتاش همه خیلی یاردار بود اما لواش همش که زدگی زخمی بوده لیکن میگه خون تو همه بروکوش همه لار بسته خونوی بچه‌ها خبر بسیاری اومدن بعد گرفتیم همورا یک جای همین جماعت آوردیم. ساکنان دره رومیت ناحیه وحدت میگویند یک هفته اخیر به این مکان سفر سیاحان و استراحت کنندگان به مراتب کم شده است. خود آنها نیز از وحشت روزهای اول عملیات بازداشت اعضای گروه عبدالحلیم نظرزاده در هراسند، ولی چون زیر حمایه نظامیان قرار دارند خود را یک اندازه امن و به خطر حس میکنند. میترسیم میگیم ایران گم میشه جنگ میشه. ما میخوایم آرامی باشه. هم وقت هم خواهیم آرامی باشه که آرامی زندگی کنیم. هر جا مهنت کنیم و زندگیمون پیش بردن. چند پیش ضمن بازدید خبرنگاران رادیوی آزادی از دره رومیت این مکان تحت نظارت شدید کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی، وزارت کارهای داخلی و وزارت دفاع قرار داشته برای رسیدن تا جماعت دهات رومیت یعنی 50 کیلومتری دوشنبه ساکنان از سنجش 5 پستگاه و با نشان دادن شناسنامه می‌گذرند. حال حاضر ساکنان نمی توانند بدون شناسنامه شخصی یا حجت تصدیق کننده شخصیت وارد این مکان شوند. به قول ناظران پستگاه ها تا انجام عملیات و سفر رئیس جمهور به کان طلای پاکرود به احتمال زیاد در این منطقه نظارت چنین شدید باقی بماند. از سنه 4 سپتامبر به این سو عملیات مقامات امنیتی تاجیکستان وابسته به بی‌ضرر و نابود گردانیدن گروه گنرال فراری حاجی حلیم آغاز شده. طبق اطلاع آخر این گروه به محاصره گرفته شده باید روزهای نزدیک به انجام رسد.